اسپیس ایکس سیستم جدید استارلینک امکان اتصال مستقیم تلفن‌های همراه به اینترنت ماهواره‌ای را بدون نیاز به تجهیزات اضافی یا نصب برنامه خاص فراهم می‌کند. ایلان ماسک با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس که متعلق به خودش است اظهار داشته سامانه جدید استارلینک بدون تجهیزات اضافی یا اپلیکیشن خاص پیوند با اینترنت رو برای تلفن همراه شما ممکن می‌سازه. به تعبیر بسیاری این فناوری می‌تواند تحولی چشمگیر در دسترسی به اینترنت به ویژه در مناطق دور افتاده و بدون پوشش شبکه ایجاد کند، به خصوص برای شهروندان در ایران که دسترسی اونها به اینترنت آزاد از سوی جمهوری اسلامی محدود است. می‌توانند امیدی تازه به همراه بیاره و برای حکومت ایدئولوژیک مذهبی در ایران نیز همراه با یک چالش باشه. در همین ارتباط گفتگو می‌کنیم با علیرضا رایگانی، کارشناس فناوری و امنیت سایبری و تواناتک از بروکسل بلژیک. آقای رایگانی خوش آمدید به این برنامه. در ابتدا میشه یک توضیح مختصر برای مردم بگید که در واقع این سیستم استارلینک قرار به چه صورت روی گوشی‌ها کار کنه؟ منم سلام دارم خدمتتون و همچنین بینندگان محترمتون. ببینید، طبق اعلام شرکت اسپیس ایکس تمامی گوشی هایی که از به قابلیت LTE مجهز هستن میتونن از این سرویس استفاده بکنن. در حقیقت گوشی هایی که بعد از سال 2012 و 2013 ساخته شدن، تمامی این گوشی ها میتونن از این سرویس استفاده کنن. اما اینکه این قابلیت در حقیقت دایرکت تو سل که صرفا برای اتصال به گوشی های همراه هستش چطور کار میکنه، من یک توضیح مختصری بدم در مورد سرویس اینترنت فعلی که برای استارلینک که خیلی از مردم در جهان دارن استفاده میکنن از طریق دیش های ماهواره‌ای. تو این سرویس ببینید ابتدا کاربر، یعنی دیش های ماهواره‌ای به ستلایت وصل میشن و از ستلایت به مرکز استارلینک و استارلینک در اونجا اینترنت در اختیار کاربر میذاره. ولی در این سرویس جدید که برای گوشی های موبایل هستش یکم قضیه فرق میکنه. در اینجا در حقیقت استارلینک ما رو به یک پرووایدر یا به یک سرویس دهنده مخابراتی، شرکت های مخابراتی وصل میکنه، برعکس اون چیزی که در اینترنت هایی که با استفاده از دیش استفاده میشه داریم. خب بعد این فکر میکنید دامن محدودیت شامل ایران و شهروندان کاربران ایرانی هم باشه؟ فکر کنم برای کاربران ایرانی شاید در 1 یا 2 سال اخیر دور از انتظار هستش که بتونن از این سرویس استفاده کنن، مگر اینکه حالا استارلینک با کشورهای همسایه ایران مثل ترکیه یا امارات با شرکت‌های مخابراتی اونها قراردادی داشته باشه و کاربران ایرانی با استفاده از این شرکت‌ها، با استفاده از سرویس این شرکت‌ها بتونن از این اینترنت استفاده بکنن، وگرنه در شرکت‌های مخابراتی ایران بعیده که بتونن با استارلینک در این مورد. آقای رایگانی ممنون میشم اگه کوتاه بگید، به فرض که در 1 سال 2 سال آینده این کار بشه، حکومت میتونه باز قطع کنه مثل تجربه‌ای که در سال اخیر داشتیم؟ کوتاه بگید ممنون میشم. در این مورد اگه منظورتون اختراع است تقریبا غیر ممکن هست، چون این کار در حقیقت مثل اینکه سرویس های G4 یا G5 رو در حقیقت از کار میندازه.